سلام دوستان، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اومدم بهتون یاد بدم که دیگه روی حمایت ها و مقاومت ها اینجوری ترید نکنین و استاپتون تاش نشه و جزئی از نقدینگی نشین. خب دوستان، بریم روی خود مارکت تا بهتون بدم. خب دوستان دقت کنین، اینجا ما اول سشن ها رو به نمایش میاریم. سشن لندن، نیویورک، سشن توکیو. بعد مثلا حالا اینو رد کنین، خود چارتمون خلوت تا قشنگ براتون توضیح بدم. شما در اینجا مثلا اگه این خط بذارین با جور دیگه براتون رسم کنم قشنگ یاد بگیرید. مثلا اگه این خط میگرفتین خط مقاومت با قیمت وقتی اومدش اینجا در اینجا وارد معامله سل میشدین، استاپتون رو میذاشتین این بالا، استاپتون تاچ میشد. خیلی راحت استاپتون تاچ میشد، در صورتی که اصلا ناحیه مقاومتی نیست. این بالای این ناحیه یعنی این ناحیه، این بالا نقدینگی وجود داره. استاپ کلاسیک کارا این وجود داره. بانک تریدرها کارشون چیه؟ کارشون جمع کردن نقدینگی این ناحیه است. یعنی شما اگه اینجا ترید بگیرین استاپتون رو بذارین این بالا، شما هم میشین جزئی از نقدینگی. اینو دقت داشته باشین دوستان. بعد ما معامله گرفتیم اینجا، به چه صورت گرفتیم؟ ما با توجه به این نقدینگی گرفتیم. کاری رو کردیم که بانک تریدرها انجام میدن. چیکار کردیم؟ ما روی ناحیه‌ای که حالا در نظر گرفتیم معامله بای گرفتیم به تارگت کجا؟ به تارگت این بالا. معامله کامل لایوشون براتون گذاشتم، داخل هایلایت لایو ترید تو پیج هست، برید ببینید. تارگت این بالا. اینجا دوباره هم از این مثالا داریم. دوباره هم مثل همینه، دقیقاً میشه اینجا. از این مثالا داریم. میخوام براتون توضیح بدم. ببینید شما مثلا اگه این ناحیه رو اینجا، این ناحیه رو اگه ناحیه مقاومتی در نظر میگرفتین و اینجا وارد معامله سل میشدین روی این مقاومت، استاپتون رو میذاشتین بالاش. تارگتتون رو اصلا کاری ندارم من. استاپتون تاچ میشد. استاپتون به راحتی تاچ میشد و جزوی از نقدینگی میشدین. حالا ما آرتیم کارا چیکار کردیم؟ این نقدینگی رو خبرش رو داشتیم. حالا از کجا خبرش اصلا داشتیم که این بالا نقدینگی؟ دوستان دقت کنین، بالای سقف و کف هر سشن نقدینگی وجود داره. این اصلا یه نقدینگی خیلی معروفیه. مثلا شما دقت کنین اینجا کجاه؟ اینجا سقف نیویورکه، بالاش نقدینگی وجود داشت، جمع شد. دقت کردید؟ اینجا کجاه؟ اینجا دوباره سقف نیویورک و لندنه، بالاش نقدینگی وجود داشت، جمع شد. دوباره اینجا کجاه؟ سقف نیویورکه، بالاش نقدینگی وجود داشت، بازم جمع شد. قشنگ دیگه، قشنگ نیست؟ چیز مبحث خیلی مهمی هست این نقدینگی. مبحثی که خود بانک تریدرها دارن ازش استفاده میکنن برای زدن استاپ کلاسیک کارا، استاپ کسایی که روی حمایت ها و مقاومت ها وارد معامله میشن. بعد فقط هم نقدینگی به این صورت نیست، نقدینگی های زیادی داریم. حالا من دقیق ترش رو داخل پست های بعدی براتون کامل با آموزش میذارم. شاد و پیروز باشید.